مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از 3 صدمه مرگبار در شهرهای خوجند و کولوب و نویه دوستی خبر داد. از جمله روز 16 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 14:40 دقیقه راننده میکرواتوبوس اسماعیل حسن سال تولدش 1961 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در راه ماشینگرد کوچه گگارین شهر خوجند از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده با ماشین بورکش تمغه شکمند که براننده خالق فردوسیان سال تولدش 2000 ساکن نویه باباجان غفورов تعلق داشت در کنار راه توقف کرده بود برخورده است. در نتیجه مسافر میکرواتوبوس قیوموف عبدولی سال تولدش 1959 ساکن شهر خوجند در جای حادثه به هلاکت رسیده. 4 نفر مسافران این ماشین با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری گردیدند. نیمه دوم روز 17 ایون سال 2024 تخمین ساعت 15:30 دقیقه راننده نابالغ اشورف شهریار سال تولدش 2006 ساکن شهر کولوب که بدون حقوق رانندگی ماشین تمغه دیو نیکسیای پدرش محمودوف عبدالغفار سال تولدش 1966 ساکن شهر کولوب را گرفته بود هنگام حرکت در حدود دهه سنگپر جماعت دیوت زیرکی در کنار شهر کولوب از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده به ماشین تمغه خوندای اونتای رحیموف امامعلی سال تولدش 1990 ساکن همین شهر که در کنار راه قرار داشت برمیخورد. سپس دیو باز به ماشین بورکش تمغه خوندای پورتر تحت اداره کریموف شودی سال تولدش 1995 ساکن همین شهر برخورده است. در این لحظه یعقوبوف امینجان سال تولدش 1992 ساکن شهر کولوب به تعمیر آینه ماشین رحیموف مشغول بوده است. استاد در نتیجه صدمه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در و به بیمارخانه به هلاکت رسیده است. باز هم نیمه دوم روز 17 ایون سال 2024 تخمین ساعت 17:10 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل زفیر اشورف مومن سال تولدش 1996 ساکن نویه دوستی هنگام حرکت از سمت نویه کبودیان به سمت شهر بختر در حدود جماعت دیوت نور بخش نویه دوستی از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده در داخل کانال آبگذر ماشینش را چپه کرده است. در نتیجه مسافر اوپل زیویف بهرام سال تولدش 1989 ساکن نویه مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راه‌های پرخطر دانسته شده هر سال بر اثر صدمه‌ها در این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.